سلام، من فرزانه هستم و اینجا راجع به مهاجرت کادر درمان به انگلیس توضیح میدم. خیلی از بچه‌ها ازم درخواست داشتن که راجع به زبان براشون بیشتر توضیح بدم، به خاطر اینکه خب امتحان دادن زبان یه چیز خیلی بزرگ و سختیه براشون و واقعیتاً سخت ترین قسمت مسیر مهاجرت پرستاری امتحان زبانشه، چون واقعاً قابل پیش بینی نیستش. و اینکه خب شاید خیلی از ماها سالها از زمان کودکی زبان خونده باشیم، اما هیچ وقت به دیدگاه یک امتحان بزرگ زبان برای یک کشور دیگه بهش نگاه نکرده باشیم و اصلا آمادگی براش نداشته باشیم. تو این ویدیو بیشتر دلم میخواد راجع به این صحبت کنم که من چجوری 2 اوورال 7.5 گرفتم و اصلا چی شد، چجوری گذشت. واقعیتش اینه که من از 6 سالگی کلاس زبان میرفتم و خب مثل همه بچه های همسن و سال خودم مامان بابام اصرار داشتن که خب من زبان بخونم، چون که یه چیز واجبیه، ضروریه و همه دارن یاد میگیرن. و خب من دوره‌های مختلفی، کلاس‌های مختلفی رفتم و متعدداً زبان رو ول کردم، دوباره برگشتم. کلاً یه پروسه رفتی برگشتی بود. بعد رسید به زمان دانشگاهم که خب اون موقع هنوز تصمیم جدی نداشتم. یه مدتی کلاس‌های سفیر میرفتم که بعد نبود، ولی خب کلاس‌های ترمیک خیلی سیستمش با کلاس‌های آیلتس فرق میکنه. بعدش دیگه خب زبان رو به حال خودش رها کردم و طرح رفتم و اینا. توی دوره طرح شروع کردم، تقریبا سال دوم طرحم دیگه میدونستم کدوم مسیر رو میخوام برم، دیگه میدونستم میخوام چی کار کنم. شروع کردم زبان خوندن و یکی از اساتیدی که 2 از دوستام که هر دوشون هم الان انگلیس هستن به هم معرفی کرده بودن، من با اون شروع کردم کار کردن، که اون زمان یکی از اون 2 دوستم آیلتسش رو با همین استاد پاس کرده بود. من شروع کردم با ایشون کار کردن و دیدم از یه جایی اصلا این سبک کار کردن به من نمیخوره. یعنی اینجوری بودم که من اصلا نمیتونم، ایشون خیلی داره زمانی که من میخوام هر کاری رو انجام بدم کش میده و اصلا این سبک من نیست. من آدمیم که میخوام سریع بخونم، سریع پیش برم. منی که میخواستم شهریور آیلتس بدم، شهریور اصلا آمادگی نداشتم. گذشت، یعنی من میخواستم قبل از آزاد کردن مدرک هم زبانم رو داده باشم، ولی خب نشد. که گذشت دیگه. یه جایی بعد از ماک اولم به این نتیجه رسیدم که من نمیخوام با استاد ادامه بدم. دارم احساس میکنم وقتم رو دارم هدر میدم و دارم احساس میکنم که هیچ فایده‌ای برای من نداره. من حتی قبل از اینکه این استاد خصوصی رو بگیرم 1 ترم با مؤسسه سفیر کلاس‌های آنلاین برداشتم، ولی اونم برای من فایده‌ای نداشت. خوب بود، دروغ نگم، باعث شد استارت درس خوندن من بخوره، باعث شد که من دوباره یاد بگیرم اعتماد به نفس این رو که جلوی جمع مکالمه داشته باشم، به خاطر اینکه مکالمه یه چیز بسیار فراره. اگر شما نداشته باشیدش توی طولانی مدت اعتماد به نفستون رو به شدت از دست میدید و از ترس استفاده از گرامر غلط، انتخاب کلمات اشتباه و تحلیل رفتن دایره واژگانتون دیگه نمیتونید حرف بزنید از یه جای به بعد. و اینا برای من خوب بود ولی کافی نبود. که اونجا بود که با استادم اتمام حجت کردم، گفتم من میخوام خودخوان بخونم، که اونم گفت باشه به سلامت، ایشالله که موفق باشی و این حرفا. حالا اینکه چه کتابایی کار میکرد و اینا، واقعیت اینه که به نظر من اونقدر کتابها فرق نمیکنه اینکه شما چه کتابی کار کنین. اگر شما سطح مناسبی از زبان رو داشته باشین، مهم نیست چه کتابی کار کنید، مهم نیست چی کار کنید، مهم اینه که تهش برسید به اینکه کمبریجا رو تست بزنید، تهش برسین به اینکه نمونه سوالای اسپیکینگ رو بخونین، تهش برسین به اینکه سمپلای رایتینگ رو بخونین. اونقدر قدرت و توانایی داشته باشید که این کارا رو انجام بدید.
و اگر احساس ضعف میکنید یعنی بیس شما، پایه شما ضعیفه و نیاز به تلاش بیشتر دارین. ببین مثلا خیلی میان به من پیام میدن من نمره ماکم اینه. اول اینکه ماک بسیار غیر استاندارده. برای این خوبه که شما با محیط آزمون آشنا بشید. ماک اصلاً چیز قابل استنادی نیست. ولی اگر هر 4 اسکیل شما نمره های پایینی داشت یعنی شما بیس ضعیفی دارید. من اختلاف نمره بین ماکم و آزمون اصلیم خیلی زیاد بود. یکی از معضلات هم با این ماک ها این بود که خب توضیح واضحی به من نمیدادن مشکل اسپیکینگ من کجاه و یه ماک اسپیکینگ جدا هم بوک کردم. هزینه زیادی بود دیگه، حالا ماک بده، ماک اسپیکینگ بده، ماک رایتینگ بده و واقعا به نظرم پول دور ریختن بود. 1 هفته قبل از آزمون اولم من یه دونه ماک اسپیکینگ بوک کردم و خانومه وقتی که داشت تحلیل میکرد گفت نه تو امکان نداره بتونی 7 بگیری، تو فوقش یه 6.5. واقعیت هم اینه که من توی 2 ماکی که اسپیکینگ پارت داشت هر 2 رو 6.5 شده بودم و وقتی به من اینو گفت من خیلی ناراحت شدم و خیلی ناامید شدم. 1 هفته مونده بود تا آزمونم. در کل این که به نمره های ماک استناد نکنید، اصلا استناد نکنید. خیلی میان ازم میپرسن که ساعت مطالعه تو چجوری بود؟ من ساعت مطالعه متفاوت بود. من بعضی وقتا حتی توی شبکاری از تایم خوابم میزدم، میشستم کمبریج میزدم، نمیدونم تایم خوابم رو میزدم، میشستم اسپیکینگ گوش میکردم، میشستم پادکست گوش میکردم. تایمی که از خونه تا بیمارستان سر کار میرفتم پیاده، اون تایم پادکست گوش میدادم و به جای اینکه مثلا تایم استراحتمو با همکارم صحبت کنم، نمیدونم غذا بخورم، اینا در کنارش داشتم زبان میخوندم. میدونم این چیزا ممکنه برای خیلی اینجوری شعاری و اینا به نظر بیاد، ولی نه، وقتی شما شروع میکنید آیلتس خوندن سبک زندگی شما آیلتسی میشه. وقتی شما دارید همزمان کار میکنید با یه چیزی حدود 80 ساعت اضافه کاری توی ماه، خب مسلمه که باید درس خوندنتون رو وسط کارتونم وارد کنید. من اگر مثلا تایم خالی داشتم زبان میخوندم، من اگر مریض نداشتم داشتم زبان میخوندم، من اگر گزارشامو نوشته بودم، داروامو داده بودم، مریضام استیبل بودن، داشتم زبان میخوندم. یعنی هیچ تایم خالی رو نمیذاشتم، داشتم دارو آماده میکردم، هندزفری میذاشتم تو گوشم، زبان میخوندم، به خاطر اینکه احساس میکردم من توانایی اینو دارم که اون نمره رو بگیرم، ولی اگر نخونم نمیتونم. همه آدم توانایی رو دارن که نمره آیلتس خوب بگیرن. آیلتس پاس کردن واقعا کاری نداره، به شرط این که واقعا براش وقت بذارید، زمان بذارید. در کل مهمترین چیز توی آیلتس استمراره. اینه که شما مدام اینو توی زندگیتون وارد کنید، مدام مثلا کاراتون رو انجام میدید، دارید زبان میخونید، نمیدونم دپرسید، حوصله ندارید، بعد شیفت اومدید میخواین تو تخت ولو باشین، خب اون تایم رو همزمان پادکست گوش بدید. میدونم ممکنه خیلی بگن پادکست به چه کار میاد، ولی واقعا برای من تاثیرگذار بود. در کل تمام دد تایماتون و تایمای مردتون رو تبدیلش کنید به تایم مفید برای زبان خوندن. حالا برسیم به خود من. راستش رو بخواین من نمیخواستم به هیچ وجه آزمون اول آیلتسم اونقدر زود بدم، حتی میترسیدم، ولی مجبور شدیم به خاطر اینکه آیلتس رو داخل ایران سر تایم ما بستند و فقط آزمونای بهمن تا اردیبهشت باز بود و توی یه شب همه آزمونا پر شد و هیچ آزمونی نبود برای ما بوک کنیم، که من و همسرم بسیار بسیار شانسی روز تولد من تونستیم برای خودمون یه دونه آزمون بوک کنیم که آزمونشم اون موقع هنوز توی شهرهای اطراف برگزار میشد و هنوز پیپر بیس وجود داشت که ما داخل رشت آزمون پیپر دادیم. واقعیتش اینه که از روزی که من آیلتسمو بوک کردم تا روزی که من آیلتس داشتم 1 ماه زمان داشتم توی آیلتس اولم. سر آزمون اول من کتابا تا 17 بود. من از کتاب 1 تا 17 شروع کردم تست زدن. حالا چرا 1؟ چون خیلی میگن از 10 به بعد شروع کنین، ولی من از 1 شروع کردم به خاطر اینکه میخواستم لسنینگ قوی تری داشته باشم، چون اکسنت هایی که تو کتابای اول هست یه مقدار سخت تره و یه کم هم غیر استاندارد تره و میخواستم یکم اون ترس رو به خودم وارد کنم که اگه یکم غیر استاندارد بود چی، اگه یکم بد بود چی، اگه یکم کیفیت پایین بود چی.
همه اینا یه جوری باعث میشد که به خودم همه استرسورا رو وارد کنم و نمیدونم احساس میکردم که اینجوری بهتره. سر اسپیکینگ من اپ آیلتس اسیستنت رو داشتم که هم لینکش رو داخل کانالم گذاشتم، هم یک کانالی رو گذاشتم که اگر موفق نشدید اپ رو روی گوشیتون به صورت پریمیوم استفاده کنین، میتونین از اونجا استفاده کنین. تمام اسکرین شات های داخل اپ اونجا هستش و خب این خیلی کمکم کرد چون کاملا تمام جواب ها آماده و حاضر مثل لقمه جلوی شما بود. فقط شما لازم بود همون رو حفظ کنین و متناسب با شرایط خودتون تغییرشون بدید. البته که جزوه ماکار هم بود و بسیار بسیار مفیده، ولی من دیگه وقتی نداشتم براش. پادکست آیلتس فور ساکسس رو به صورت کامل گوش کردم. یه پادکست بسیار بسیار خوبه، مکالمه محور بین 2 نفر که راجع به تمام موضوعات آیلتس حرف میزنه. یعنی تو هر قسمت از پادکستش راجع به یکی از موضوعات حرف میزنه و من اینو از قسمت 1 فصل 1 شروع کردم گوش دادن تا به آخرین قسمتی که تا اون روز اومده بود که کامل راجع به تمام موضوعات اطلاع داشته باشم. برای رایتینگ واقعیت اینه که من میرفتم موضوع رو پیدا میکردم، شروع میکردم مثلا روزی 2 تا 3 تا رایتینگ نوشتن، یه دونه تسک 1 یه دونه تسک 2 که رایتینگم بازم نمره‌ای که میخواستم رو نیاورد و نمرم به جای 6.5 6 شد توی آزمون اول. واقعیتش رو اگه بخواین راجع به لیسنینگ اگه بخوام بگم، من پادکست آیلتس فور ساکسس رو که توضیح دادم گوش میکردم، ولی جز اون کسی که سریال انگلیسی زیاد نگاه کنه، آهنگ انگلیسی زیاد گوش کنه و به لیریکسش هم توجه کنه، واقعا لیسنینگ قوی میتونه داشته باشه. و این چیزی نیستش که شما تو یه شب 2 شب به دستش بیارین، این چیزی که تو طول زمان به دست میاد. برای همین من وقتی کمبریج تست میزدم لیسنینگام همه 8.5 9 و ریدینگام همه 8.5 8 اینطوری بود. من ریدینگامو مدیون مقاله خوندنای دوره دانشگاه همم و خیلی تاثیرگذار بود. البته خیلی ها میگن روزنامه بخونید، نمیدونم مجله فلان بخونید، خیلی تاثیرگذاره مسلما، ولی نه برای کسی که 1 ماه وقت داره. اگر که وقتتون محدود نیست، از الان برای خودتون تفریحاتی رو ایجاد کنید که زبان شما رو تقویت کنه. سریال دیدن، اگر سریال دیدن رو به چشم اینکه درس میخواید یاد بگیرید نگاه کنید، اصلا تفریح نیست. اگر که خب مثلا شما 2 سال وقت دارین، الان دانشجوین، مدرکتون آزاد نشده و این حرفا، خیلی راحت میتونین بشینین طولانی مدت سریال ببینین و ازش لذت ببرین، در عین حال زبانتون هم تقویت کنین. یعنی اوکی، اولش خیلی ها شروع میکنن با زیرنویس فارسی دیدن، بعد اگر بخوان خیلی خیلی بهترش کنن شروع میکنن با زیرنویس انگلیسی دیدن، بعد نهایتاً تهش سعی میکنن بدون زیرنویس ببینن. شما اگر بیس زبان خوبی ندارید به هیچ وجه خودخوان پیش نرید. حتما استاد داشته باشید و اصلا شروعتون با این باشه که استاد داشته باشید، راه و چاه و نشونتون بده. بعد هر وقت احساس کردید به مراحل اینترمدییت، آپر اینترمدییت و ادوانس رسیدید، دیگه اونجا میتونید با خیال راحت خودتون راهتون رو ادامه بدید. اگر میخواید فشرده تر درس بخونید، مسلما استاد خصوصی بیشتر به کارتون میاد. اگر عجله ندارید و خب نمیخواید هزینه بسیار زیادی متحمل بشید، کلاس‌های عمومی هستن. شما از اول کلاس‌های آیلتس نمیخواین، پس با کلاس‌های آیلتس از اول خودتون رو دچار شوک نکنین، چون که کلاس آیلتس برای کسی که میخواد امتحان آیلتس رو تو چند ماه آینده بده سرعت بالایی داره و خب مسلماً اگر شما ببینید همه از شما بهترن، روحیتون ضعیف میشه و اصلا انگیزتون از دست میدین. پس با کلاس‌های عادی شروع کنین. اگر خواستین خودخوان پیش برین، هر وقت احساس کردین میتونین سویچ کنین روی خودخوان، چون واقعاً کار سختیه خودخوان خوندن. اینکه شما این ریسک رو بپذیرید که من خودم میخونم، خودم یاد میگیرم و مطمئنم که درست میخونم و مطمئنم که درست یاد میگیرم و این ریسک رو میپذیرم که خودم بشم راهنمای راه خودم. خیلی کار ریسکیه، میدونم. سر آزمون اول داستان من اینا بود که زد و ریدینگ من شد 8، لیسنینگ من شد 8، اسپیکینگ من شد 7. با اینکه کسی که از من اسپیکینگ رو امتحان گرفت همه من داخل گروه ایرسافام میدیدم
که قُر میزنند و مینالند که وای این آقا چقدر سختگیره، چقدر نمره بدی به من داده. ولی من نمره که گرفته بودم راضی بودم و خوشحال بودم، 7 گرفتم. و خب رایتینگی که 6 شد و بسیار ناراحت کننده و دردناک بود که خب دوباره باید آزمون بدم، چیکار کنم چیکار نکنم. آزمونا بسته بود تا آخر اردیبهشت ماه که من از همون زمان استفاده کردم، امتحان CBT مو دادم و پاس شدم. رسیدیم به جایی که چند تا از آزمونای آخر اردیبهشتم کنسل شده بود و یه سری آزمون جدید داشت برگزار میشد، ولی برای منی که از صفر میخواستم ثبت نام کنم امکانش نبود. فقط اونایی میتونستن امتحان بدن که امتحانشون کنسل شده بود. دیگه شانسی یه نفر تو گروه ایرسافام یه لطفی به من کرد، اومد گفت اگر فلان کارو کنی سایتشون باگ داره، میتونی داخل سایت ثبت نام کنی. که شانسی زد و منم ثبت نام کردم. من تا هفته آخر قبل آزمونم انتظار نداشتم منو سر آزمون راه بدن. من فکر کنم 3 هفته مونده بود به آزمونم، آزمون رو بوک کردم که آزمون کامپیوتر بیس بود. منم تجربه تایپینگ نداشتم و افتضاح ترین تایپ دنیا رو داشتم و تهران بود که خب راستش رو بگم انقدر تو هول و بلا بودم که نکنه سر آزمون راه هم ندن که اصلا داشتم دیوونه می شدم. چندین بار زنگ زدم ایرسافام، با پشتیبانی صحبت کردم که من این آزمون رو ثبت نام کردم، اوکیه بیام سر آزمون دیگه. گفتن اگر که شما ثبت نامتون تایید شده بله میتونید بیاید. من حتی اینو اشاره نکردم که من تازه ثبت نام کردم یا آزمون کنسلی نبودم. سر آزمون دوم من اینجوری بودم که خب دیگه من از قانون کامباین استفاده میکنم، بقیه نمره هم که خوبه، فقط میشینم اسپیکینگ موضوعات اخیر رو یه گوش میدم ببینم چی به چیه و کل تایممو میذارم رایتینگ یاد میگیرم. انقدر رایتینگ مینویسم تا بشه. و خب این که این آزمونی که من ثبت نام کرده بودم کامپیوتر بیس بود و منم تایپم افتضاح بود. خب یکی از چیزایی که باید روش کار میکردم تایپینگم بود که تو گوگل سرچ کردم، چند تا سایت مختلف برای تایپ و تمرین تایپ پیدا کردم و شروع کردم تمرین کردن. روزی 30 تا شاید رایتینگ می نوشتم و سمپلا رو می خوندم، همون رو می نوشتم. اولش اینجوری بود برای من که دقیقاً سمپل رو کپی می کردم که یه ساختاری دستم بیاد. بعدش کم کم رسید به اونجایی که سمپل رو شروع می کردم نوشتن، کلمات خودم رو جاگذاری می کردم، یعنی به جاش کلمه خودم رو می ذاشتم، به جاش کلمه‌ای که تو ذهن خودم منطقی تر بود و میذاشتم، به جاش گرامری که خودم فکر میکردم بهتره رو مینوشتم، گرامری که فکر میکردم بهتر بلدم رو مینوشتم و این واقعا برای من تاثیرگذار بود. و وقتی سر آزمون رفتم، اول اینکه 2 دقیقه دیر سر آزمون رسیدم و بازم فکر میکردم راهم نمیدن، چون نه جای آزمون رو میدونستم نه تا حالا اونجا ماک داده بودم و سنتری که من توش ماک داده بودم تو تهران سنتر پیپر بود و این سنتر کامپیوتر یه جای دیگه بود و من اصلا نمیدونستم کجاست. هیچی دیگه، 2 دقیقه دیر رسیدم با استرس و اینا، یعنی نزدیک بود گریه کنم. رفتم سر آزمون، هی همه گفتن دخترم آروم باش، دخترم نگران نباش و اینا. رفتم داخل، نشستم، گفتم شد نشد یه بار دیگه. هیچی، هدفون رو گذاشتم، شروع کردم لیسنینگ رو نوشتن، ریدینگ رو نوشتن. رسید به تایم رایتینگ و تو ذهنم بود اول تسک 2 رو می نویسم، بعد تسک 1 رو می نویسم. اشتباه دفعه پیشم رو تکرار نمی کنم که تسک 2 رو من تقریبا 200 تا کلمه نوشتم، رفتم تسک 1 رو تموم کردم، دوباره برگشتم تسک 2 رو تموم کردم. مورد خوبی که وجود داره راجع به آیلتس کامپیوتر اینه که شما همون لحظه میدونید چند تا کلمه نوشتین و دیگه لازم نیست وقتتون رو بذارین شروع کنین 1 2 3 4 کلمه رو بشمرید و این واقعاً تسلی بخشه، اصلا شما رو آروم میکنه. میدونین اون لحظه چقدر نوشتید، چقدر دیگه کلمه میخواین. یه لحظه احساس میکنید مثلا رایتینگ تسک 1 رو خوب ننوشتین، میتونین برگردید برید و این خیلی حس خوبیه. اعتماد به نفسی که به شما میده واقعا زیاده. واقعیت اینه که آزمون دوم من، خب من خودم رو گذاشته بودم برای 4 تا 6 و نیم دیگه که کامباینشون کنم، که ریدینگم 1 نمره اومد پایین و شد 7، لیسنینگم شد 8 و نیم، نیم نمره رفت بالاتر، اسپیکینگم بازم 7 شد که اونو مدیون آیلتس اسیستنت و پادکست آیلتس اسپیکینگ فور ساکسس هستم
چون قشنگ اینجوری بود که تایم خوابم، تایم استراحتم داشتم اونو گوش میکردم یا متن رو میخوندم. اینجوری بودم که من نمیخوام تایم جدی بذارم سر این، من قراره همه چی رو 6:30 شم رایتینگم و ولی نمرهشو بگیرم. و واقعیتش رو بگم، اون لحظه ای که این نمره ها برای من SMS شد، من فقط جیغ کشیدم و خوشحال شدم و احساس میکردم یک زنجیری رو از دور گردن من برداشتن و خیلی حس خوبی بود. اگر زبانتون رو پاس نکردین نمیدونین من چی میگم، ولی وقتی پاسش کنید به این جای حرف من میرسین. در کل این که توصیه من به شما اینه زبانتون رو قبل از CBT بدید، به خاطر اینکه وقتی که زبان از شما میگیره CBT نمیگیره و CBT رو شما با 1 ماه درس خوندن درست حسابی میتونید پاس کنید، اصلا کاری نداره. ولی زبان واقعا وقت گیره. کسی که میاد به من میگه ایشالله 2 ماه دیگه آیلتسمو میگیرم، منم فکر میکردم ایشالله 1 ماه دیگه آیلتسمو میگیرم. روی اینکه 2 ماه دیگه 3 ماه دیگه اصلا حساب نکنین. امیدوارم که مطالب این ویدیو به کارتون بیاد و به زودی زود شما رو اینجا ببینم. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.